قصه عشق در کنار رودخانه قسمت آخر. وقتی آرش برگشت تنش پر از زخم بود. هر قدمی که برمی‌داشت مردم روستا با دهان باز نگاهش می‌کردند. لباسش پاره بود. خاک و خون روی صورتش نشسته بود. اما نگاهش روشن بود. در دستهای زخمیش پرنده نایاب می‌درخشید. بالهای طلاییش زیر نور خورشید برق می‌زد. او پرنده را جلوی پدر رابعه گذاشت و با صدایی خسته اما محکم گفت: عشق نایابتر از هر پرنده است و من برای اون جان دادم. سکوتی سنگین همه جا را گرفت. باد آرامی وزید. بالهای پرنده تکان خوردند. چشمان مردم بین آرش و پدر رابعه میچرخیدند. پدر لحظه‌های طولانی به چهره خونالود جوان خیره ماند. چینهای پیشانیش پر از تردید بود. نفس عمیقی کشید. دستهایش لرزید. آهی سنگین از دلش بیرون آمد. با صدایی آرام اما پر از احترام گفت: من در برابر شجاعت دیگر مانعی ندارم. با گفتن این جمله انگار باری بزرگ از دوش همه برداشته شد. چشمان رابعه پر از اشک شد. لبخندی زد و به سمت آرش دوید. مردم با فریاد شادی دستها را بالا بردند. کودکان شروع به دویدن و خندیدن کردند. چند روز بعد عروسی رابعه و آرش در میدان روستا برپا شد. چراغ‌ها را آویزان کردند. بوی نان تازه و کباب همه جا را پر کرده بود. زنها لباسهای رنگارنگ پوشیده بودند. موهایشان را با گل تزیین کرده بودند. مردها ساز می‌زدند. دفنی در هوا می‌پیچید. وقتی رابعه با لباس سفید ساده اما زیبا وارد شد همه کف زدند. آرش کنارش ایستاده بود. هنوز جای زخم‌ها بر تنش بود. اما چشمانش پر از آرامش بود. آنها دست در دست هم گذاشتند. مردم خندیدند. بچه‌ها دورشان چرخیدند و رقصیدند. رودخانه کنار روستا صدای شادی را با خودش برد. و تا دوردست‌ها پیچید، شب هنگام آسمان پر از ستاره شد. در نور آتش چهره آرش و رابعه کنار هم مثل رویایی زیبا می‌درخشید. پدر رابعه از دور نگاهشان می‌کرد. اشکی آرام روی گونه‌هاش لغزید. اما این بار اشکی از خوشحالی بود. سالها گذشت اما هنوز هر وقت غروب می شود و نسیمی از سمت کوهها می آید و صدای پرندهایی از کنار رودخانه بلند می شود. مردم می گویند این یادگار آواز آرش و رابعه است. قصه‌هایی از عشقی که شجاعت ساخت. قسمت آخر هم تموم شد. امیدوارم از این داستان لذت برده باشین و ممنون میشم چنل رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا از آخرین ویدیوهای ما با خبر باشید. تا درودی دیگر، بدرود.